اون زمان هنوز کسی نمیدونست این پسر همون کسیه که بعدها ایران رو زیر و رو میکنه. زمان پر از آشوب بود و آینده تاریک. اما یه چیز معلوم بود، داستان این شاه قرار همه چیز رو عوض کنه. یه راز بزرگ توی تاریخ پنهونه که تا آخر این ویدیو برات باز میکنم. پس تا آخر با من باش. تو روزهایی که سلطنت صفوی از درون در حال فروپاشی بود، پسر شاه محمد خدابنده تو کاخی چشم به دنیا باز کرد که بیشتر شبیه میدون جنگ بود تا مرکز حکومت. همون لحظه های اول معلوم بود قرار نیست کودکی آرومی داشته باشه. پدرش پادشاه بود اما نه مقتدر و مادرش خدیجه تنها کسی بود که سعی میکرد تو اون دربار پر از توطئه از پسر کوچیکش محافظت کنه. توی اون قصر چیزی به اسم آرامش وجود نداشت. راهروها پر بودن از زمزمه های مشکوک. خدمه با نگاه های دزدکی رد می شدن و هر روز یک چهره جدید ناپدید می شد. عباس کم کم بزرگتر می شد. دیگه فقط یک کودک نبود، بلکه نگاهش دنبال چیزایی بود که خیلی ها جرأت پرسیدنش رو نداشتن. همون موقع ها بود که مرشد قلی خان، مردی باهوش و دقیق، کنارش قرار گرفت. نه فقط به عنوان معلم، بلکه مثل کسی که قرار بود مسیر فکر کردنش رو شکل بده. درسی که اون میداد فقط توی کتاب خلاصه نمیشد. پر از تمرین سکوت، شناخت و بازی‌های پنهان قدرت بود. وقتی شاه عباس به سن نوجوانی رسید، اوضاع کشور از همیشه بدتر بود. مرزهای شرقی زیر حمله ازبک ها بود. عثمانی ها از غرب فشار می آوردن و دربار صفوی بیشتر شبیه بازار دسیسته شده بود تا مرکز فرمانروایی. پدرش شاه محمد نه تصمیم گیرنده بود نه محبوب. در این وسط قزلباش ها، همان نیروی نظامی وفادار به خاندان صفوی، کم کم خودشون تبدیل شده بودن به صاحبان قدرت واقعی. هر طایفه‌ای یک گوشه‌ای از ارتش و حکومت را گرفته بود و دنبال منافع خودش بود. اختلاف‌های بین قزلباش‌ها تصمیم گیری رو فلج کرده بود. در چنین شرایطی مرشد قلی خان، کسی که از قبل روی عباس سرمایه گذاری کرده بود، دید وقتشه برای یک بازی بزرگ یک تصمیم جسورانه بگیره. عباس باید از این هرج و مرج جدا بشه و بره به خراسان، جایی که هم از دربار دوره، هم میتونه تجربه واقعی به دست بیاره. خراسان اون موقع نه فقط خط مقدم جبهه با ازبک ها بود، بلکه جایی بود که هیچ کس فکر نمی کرد یک شاهزاده جوون از پسش بر بیاد. اما عباس برخلاف سن کمش خیلی زود نشون داد که فقط یک وارث سلطنتی نیست. اون توی منطقه‌ای پر از ناامنی تونست با حمایت مرشد قلی خان هم قزلباش ها رو دوباره متحد کنه، هم دل مردم رو به دست بیاره. قزلباش ها که تا اون موقع عادت داشتن شاه و ضعیف ببینن، حالا با یک جوون باهوش و فرمانده طور طرف بودن. عباس از دل اون نبردها، از دل همون خاک و خون شروع کرد به ساختن چیزی که خیلی ها فکر میکردن دیگه هیچ وقت ساخته نمیشه: اقتدار صفوی. اونجا بود که عباس تازه فهمید فرمان دادن به آدم‌های مسلح سخت‌تر از هر جنگیه.
وقتی شاه عباس به تخت نشست خیلی زود با یک واقعیت تلخ روبرو شد. حکومت بیشتر از اینکه از بیرون تهدید بشه از درون پوسیده بود. ساختار ارتش هنوز در اختیار قزلباش هایی بود که خودشون رو صاحب اختیار می دونستن و شاه رو فقط یک چهره تشریفاتی می دیدن. هر طایفه دنبال منافع خودش بود و کشور مثل یک کالای تقسیم شده بین قبیله ها شده بود. شاه عباس میدونست که نمیتونه با زور همه چیز رو ازشون پس بگیره. پس دنبال یک مسیر تازه رفت. اون شروع کرد به ساختن ارتشی از سربازهایی که به جای طایفه فقط به شخص شاه وفادار باشند. این سربازها اغلب از گرجی های آموزش دیده بودند که نه ریشه قبیله‌ای داشتند نه وابستگی سیاسی. شاه عباس بدون جنگ، بدون هیاهو و فقط با تغییر زیرساختها قدرت را از قزلباش‌ها گرفت. اون عملاً ارتش سنتی صفوی رو باز تعریف کرد و به جاش نیرویی ساخت که قلبش توی مرکز حکومت میزد، نه توی خیمه قبیله ها. کسی فکرش رو نمی‌کرد که یک پادشاه جوان بتونه ریشه نفوذ 100 ساله رو بدون شمشیر زدن خشک کنه. ولی شاه عباس جنگی رو شروع کرده بود که توش هیچ تیر و نیزه‌ای نبود، فقط تدبیر، صبر و هدف. شاه عباس خیلی چیزها رو از نو ساخت، ولی نه با فریاد، با فکر. اون تو سکوت سنت‌های پوسیده رو ریخت دور و یک نظم تازه چید. حالا یه سوال واقعی برات دارم. اگه تو جای اون بودی جرأت میکردی همه چیز رو از نو بچینی؟ برام بنویس تو کامنت ها. دوست دارم نظر تو رو هم بدونم. اگه این سبک روایت برات جذابه و میخوای داستانهای کمتر شنیده شده تاریخ رو با هم مرور کنیم، همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا با هم جلو بریم. این فقط یک قصه نیست، یک جور نگاه جدیده به چیزی که واقعاً اتفاق افتاده. شاه عباس بعد از اینکه پایه‌های دربار رو محکم کرد، نوبت به دشمنان بیرونی رسید. ازبک ها تو شمال شرق مثل سایه همیشگی کشور رو تهدید می‌کردند و عثمانی ها از غرب با تمام قدرت چشم به خاک ایران داشتند. اما شاه عباس برخلاف فرمانروایان قبلی تصمیم گرفت از راه دیپلماسی و نبوغ سیاسی میدون جنگ رو کنترل کنه. به جای اینکه هر وقت با دشمن روبرو میشد فقط شمشیر بکشه، به فکر اتحادهای هوشمندانه افتاد و سفیرانی به دربارهای اروپایی فرستاد. این حرکت نه فقط برای مقابله با عثمانی ها بود، بلکه برای معرفی ایران به عنوان قدرتی که میتونه با اروپا همسد باشه. همچنین ارتش تازه ساخته شدهش که با نظم و ساختار جدید فرماندهی میشد، آماده بود هر تهدیدی رو دفع کنه. این روزها شاه عباس بیشتر به عنوان یک استراتژیست نظامی و دیپلمات شناخته میشد تا فقط یک پادشاه جنگجو. اما همه این کارها بدون پشتوانه داخلی ممکن نبود. پس اون همزمان روی ثبات و امنیت درون کشور هم متمرکز بود. عباس فقط اهل میدان نبرد نبود. ذهنش دنبال ساختن چیزی بود که حتی بعد از خودش هم بمونه. وقتی تصمیم گرفت پایتخت رو از قزوین به اصفهان منتقل کنه، خیلی ها تعجب کردن. اما اون دنبال مرکز جدیدی برای تمدن بود، نه فقط اداره کشور.
اصفهان تو نگاه شاه یک زمین خالی نبود، یک بوم نقاشی بود. معماری ایرانی رو با دقتی شگفت انگیز باز تعریف کرد. میدون نقش جهان، مسجد شاه، 33 پل و مدرسه چهارباغ فقط چند نمونه از چیزهایی هستند که اون با فکر و ذوق ساخت. شهر تبدیل شد به نمایشگاهی از هنر، نظم و شکوه. نه فقط معمارها و کاشیکارهای ایرانی، بلکه هنرمندان گرجی، ارمنی و حتی هندی هم به دربار دعوت شدند. عباس به دنیا نشون داد که حکومت فقط به شمشیر نیست، گاهی با کاشی و قوس هم میشه امپراتوری ساخت. وقتی مسافران اروپایی از اصفهان باز میگشتن، تو خاطراتشون مینوشتن ما شهری دیدیم که پادشاهش با معماری حرف میزد. شاه عباس فهمید که برای مقابله با عثمانی ها باید بازی رو جهانی کنه. به همین خاطر سفیرهایی به دربارهای اروپا فرستاد، به ونیز، واتیکان، حتی انگلستان. اون با زیرکی دشمن رو به دوست تبدیل کرد. رابطش با ملکه الیزابت اول به امتیازهای تجاری و نظامی ختم شد. این دیپلماسی فعال ایران را از انزوا در آورد و به بازیگران جهانی معرفی کرد. سالهای آخر عمر شاه عباس هیچ شباهتی به دوران اقتدارش نداشت. دیگه نه از جلسات جنگی خبری بود، نه از پروژه های بزرگ. بیشتر وقتا تو گوشه ای از باغ‌های سلطنتی ساکت قدم میزد و چیزی نمیگفت. اطرافیانش میگفتن حواسش همیشه جای دیگه است. انگار با خودش حساب گذشته رو مرور میکنه. اون روزها دیگه همه میدیدن که مردی که زمانی ایران رو از نابودی نجات داده بود، حالا فقط با سایه خودش حرف میزنه. و اما اون رازی که قولش رو اول ویدیو دادم، شاه عباس با همه اقتدارش هیچ وقت پسر بزرگترش رو دیگه ندید، چون به فرمان خودش از میان برداشته شده بود. میگفت تهدیدی است برای تاج و تخت. اما بعدها وقتی تنها میشد به اطرافیان نزدیکش اعتراف میکرد قدرت جایی تموم میشه که پدر بودن فراموش میشه. شاه عباس رفت، اما قصهش هنوز تموم نشده. تاریخ همیشه فقط بخشی از حقیقت رو تعریف میکنه و بخش‌های دیگه همیشه زیر سایه میمونن. شاید هر کدوم از ما به نوعی شاه خودمون باشیم، با تصمیم‌ها، شک‌ها و جنگ‌های درونی که کسی نمیدونه. حالا نوبت توئه که این داستان رو ادامه بدی، با سوالاتت، فکرهات و نگاهت، چون هر قصه‌ای وقتی کامل میشه که شنونده‌ای باشه آماده برای شنیدن.